شما عزیزم میخوام یه جمله بسازید. خواهشی. ایراد یه جمله بساز ببینم. من خیلی وقت روی مادر شما کراش دارم واقعیتش. این که ایراد نداره. داداش حمله تمامه داداش. بابا آب داد. تو خانواده ما موروثیه این میده. بابا نان داد. بعدش هم نان میده طبیعیه بنده. بابا رفت. آخه چه پدر مهربونی رفت براتون آب و نون در بیاره. پدرمون خیلی بنویسین. مادر آمد. چه مادر مهربونی تو یه شما تنهایی سری با تنها نمید. آفرین. آن مرد آمد. آن مرد آمد. بابا اجازه جانم. این سه خط بالاتر پدر ما رفت. خب بعد مادر ما اومد. آره. این مرده برای چی اومده؟ شما فرض کن 5 تا بطری آب میوه داری. بله. این 5 تا رو میخوری. آها. الان چی داری؟ شاش. چی؟ جیش اسخای میکنم ببخشید. دو پدسک اسم دیگه ای داره من آمارش ندارم. متوجه شدم. میرم سراغ سوال بعدی. یه ذره عوض کنم موضوع. بله. سوال عزیزم میخوام یه سوال ریاضی ازت بپرسم. ریاضی افتاد به تو. ببین عزیزم شما فرض کن که 2000 تومان پول داری. بله. میری سوپرمارکت 1500 تومان خرید میکنی. الان چقدر پول داری؟ 2000 تومن. چجوری حساب کردی؟ چرا رو داد پایین؟ نه آها. من میام از این به بعد باد. من میام آقا من میام. خب حالا خودتو معرفی کن دختری گلم ببینم. سالمه مالکی 10 ساله. این صدا دختر بچه‌ای. سالمه مالکی هستم 10 ساله. بله. این چیه؟ این نماد یه نشون بدم دخترم. دختر دیگه داره نشون میده. یعنی دختر فقط همین یه دونه نمادو من داره؟ نمیدونم چیکار کنم. نمادهای دیگه‌شو نمیتونیم نشون بدیم. چی میگی